انسان اگه وارد بهشت شد و اولین قدمش رو تو بهشت گذاشت، باور کن دیگه پشت سرش هم نگاه نمی‌کنن و الله متعال میفرمایند خالدین فیها ابدا، برای همیشه اونجا میمونه. و در جای دیگه الله متعال میفرمایند فرحین، خوشحالند، شادمانند، فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحالند و شادمانند از اینکه فضل الله شاملشون شده. میخوای از شراب بهشت بگم برات؟ لذت للشاربین، چقدر لذت بخشه اون شرابی که تو بهشت وجود داره. اینو گوش بده. وقتی وارد بهشت شدی و رسول الله علیه السلام دیدی که در کنار حوضش ایستاده و به مردم با دستش آب میده. خیلی هستن با نوشیدن اون آب سیراب میشن و خیلی هستن با شیرینی دست رسول الله علیه السلام سیراب میشن. حبیبی یا رسول الله.